چشم. تو پیاده رو نمیریم. نمیریم. بله. چراغ قرمز رد نمی‌کنیم. بله. حتما تکچرخ هم که اصلا بلد نیستیم. اصلا ته نیستیم. سرعتمون 35. آفرین فعلا با اجازه سپاسگزارم. بفهم. هوا بچه ها رو داشته اینم تحویل شد بفهم. برو دیگه. خداحافظ. راستی یادتون نره خلاف نمی کن. خواهش میکنم. شما خودت خوب میدونی حرکات نمایشی و خطرساز خلاف قانونه، پس باید جریمه بشی. نگفتم بهت. جناب صاحب من اصلا حرکت نمایشی انجام ندادم. ببینید موتور ما داشت تو مسیر مستقیم میرفت. یه چاله اومد جلو. من اینطوری کردم. این چرخه جلو موتور اومد بالا به راه خودم ادامه دادم. منم شاهد بودم جناب. چاله 1 کیلومتره. چاله 1 کیلومتر. یه لحظه اجازه بدید جناب صاحب. ماست شما. ولی قربونتون برم جناب صاحب. شما یک محبتی بکن. شما ننویس. بزرگواری کن ننویس. این جوونی کرده اشتباه کرده. آقا این اصلا شیرین عقله. باور کنید ما تو خانوادهمون بعضی ما مثلا یه چیزی بهش میگیم بازی کن باش خوشحال بشه. من این موتور رو بهش دادم یکم خوشحال بشه. خواهش ازتون. شیرین عقله. بله. ایشون اصلا نباید رانندگی میکرده. موتور بره پارکینگ. آقا بیا این ور بریم بابا. چه شیرین